سلام دوستان عزیز. امروز یک خبری رو در اویلتیجی که نشر کرده بودند در آنجا خواندم و آنجا چنین نوشته شده بود که دختر عبدالله شکرخان درگذشته است، یعنی مریم جان عبدالله. واقعا هم تحمل کردن این مرگ فرزند آسان نیست. اولا با اکای عبدالله صمیمانه صبر جمیل میخواهم. خداوند صبرتون بیاره. وقتی که اکای عبدالله در برنامه اکای ارزو در برنامه نگفته ها برآمد میکرد، گریه میکرد. اون گریه‌ای که در روز ثبت برنامه شده بود تمامی مردم تاجیک رو به لرزه آورد. پدری که برای نجات مرگ فرزندش نزد خداوند دعا میکرد، واقعا هم سخت است. وقتی که یک پدر فرزند خود رو به خواب می سپارد، واقعا هم مشکل است. میگویند که فرزند مرگ پدر و یا مادر رو تحمل کرده میتواند، اما پدر یا مادر مرگ فرزند رو هیچ تحمل کرده نمیتواند. واقعا هم این عکسی که در روی نوار میبینید بسیار سخت است. یقینا که جای این دخترچه بهشت جاودان است. به همین خاطر باز هم میگویم خداوند رحمتش کند. با اکای عبدالله باز هم صبر جمیل خواهم هستیم. خداوند صبرتون بیاره. اکای عبدالله.